درود بر شما. برلین، دیوار برلین، دیواری به طول 155 کیلومتر که امروزه فقط بخش‌هایی از آن بر جای مانده، به ارتفاع 3 متر و 60 سانت. در مدت 28 سال این دیوار نماد دو قطبی بودن دنیا بود. دیوار فعلی نسل 4 از دیوارهاست و قرار بود نسل 5 مجهز به حسگر هم ایجاد شود که تاریخ به گونه دیگری رقم خورد. حکایت ساخت این دیوار چنین بود که متفقین شامل شوروی، آمریکا، انگلیس و فرانسه موفق به شکست آلمان در جنگ جهانی دوم شدند و این کشور رو بین خودشون تقسیم کردند. در اون تقسیم بندی اگرچه برلین کاملا در طرف شوروی واقع شده بود، اما به جهت اهمیت این شهر 3 کشور دیگر هم سهم خواستند و نتیجه این شد که برلین تبدیل شد به برلین غربی و برلین شرقی و برلین غربی در واقع یک تکه کوچک و آزاد در وسط کشور آلمان شرقی شد. در ادامه سیل مهاجرت از طرف شرق به غرب شوروی رو در سال 1961 به فکر ایجاد نوار حائل انداخت که شامل میدان مین و سیم خاردار و برج مراقبت و در نهایت خود این دیوار بود. در واقع گذشت از این منطقه به نوعی گذشت از هفخان بود. اما خب انسان‌ها برای همیشه در حبس نمیمونند، حتی به قیمت از دست دادن جونشون. چه درست گفتند که دیکتاتوری ها اول کم کم و بعد یهویی فرو می ریزند. حکایت این دیوار هست که 28 سال مردم رو بالاجبار از هم جدا نگه داشت و بعد در یک شب مردم عزم کردند و این دیوار فرو ریخت. این محوطه به عنوان یک موزه روباز اون آثار و بقایایی که از دیوار مونده رو در خودش جای داده و نسل جدید آلمان همچنین گردشگران میتونن با مشاهده اونها و مطالعه تابلوهای راهنمایی که نصب شده با تاریخ گذشته این سرزمین آشنا بشن. طبق آماری که بعداً اعلام شد 125 نفر در پای این دیوار کشته شدند و 200 نفر زخمی و 5000 نفر دستگیر شدند و همین حدود 5000 نفر هم موفق به گذر از این دیوار شدند. مردم به روش‌های مختلف مثل زدن تونل از زیر این منطقه یا ساخت هواپیماهای کوچک یا استفاده از سیستم فاضلاب به هر ترتیبی میخواستن خودشون رو به طرف دیگه دیوار برسونن و در نهایت وقتی سخنگوی دولت آلمان شرقی اعلام کرد که مردم میتونن ویزا بگیرن و به اون طرف دیوار برن و گفتن از کی و گفت از همین الان، اون البته خوبی تصور اینا نداشت که همون الان یعنی که کل جمعیت میان طرف دیوار و همینطور هم شد و دیوار در فشار جمعیت از هم گسست و سال بعدش دو آلمان متحد شد.
و در پایان تقدیم یک رباعی. ای کاش به بخل و کینه پایان بدهیم، من بعد فقط به عشق میدان بدهیم. ای قوم بیایید در این عصر غریب، وضعیتمان را سر و سامان بدهیم.